علی رضی الله عنه عیسی دیگر. وقت امیرالمؤمنین شخصیت خودشون رو میخوان وقتی این پایه ها رو میچینن میفرمایند سلمان جندب انا احیی و امید، من زنده میکنم من میمیرانم به اذن رب و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم به اذن رب. ما به احاطه‌ای که خدا بهمون داده، اما خدا به شما قوه نطق داده، میتونید حرف بزنید، به حیوانات نداده. شما برای هر بار که میخوای حرف بزنی اذن نطق به شما داده شده. برای هر بار حرف بزنی که نمیگه آ خدا من حرف بزنم، بابا دادیم به دیگه حرف بزن دیگه. اذن تکوینیه نه اذن تشریعیه. به اذن ربی یعنی همینطور که به شما قوه نطق دادن و هر لحظه خودت اراده کنی میتونی حرف بزنی و برای هر بار حرف زدنت آ خدا اجازه نمیگیری، به امام اجازه دادن همینجور که به شما اجازه دادن حرف بزنی به امام اجازه دادن مرده زنده کنه هر خودش بخواد. به امام اجازه دادن همینجور که به شما اجازه دادن حرف بزنی به امام اجازه دادن مرده زنده کنه هر خودش بخواد. به امام اجازه دادن بداند ما فی الضمائر را، به امام اجازه دادن بداند ما فی الضمائر را، به امام اجازه دادن تمام آسمان ها و زمین ها رو احاطه داشته باشه، به امام اجازه دادن تمام آسمان ها و زمین ها رو احاطه داشته باشه. این اذن به من ندادن که درون قلب شما رو بدونم، اما امام هر وقت بخواد میتونه، میدونه. همونطور که شما هر وقت بخوای حرف میزنی، شما هر وقت بخواد چطور به اختیار خودت حرف میزنی؟ اذنی که به امام داده که هی میفرماد به اذن ربی، معنای اذن رب رو هم باید بفهمیم. انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم به اذن ربی انا عالم بضمائر قلوبکم والائمه من اولادی یعملون و یفعلون هذا اذا احبوا و ارادوا انا کلنا واحد اولنا محمد آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد و آل. در ابتدا باید عرض نمود که بسیاری گمان می کنند که معجزات و افعال انبیا در اختیار خود آنها بوده و هرگاه که بخواهند آن را به انجام می رسانند و نیازی به اذن و اجازه الله متعال ندارند. این باور و اعتقاد در تضاد کامل با فرامین قرآن کریم است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بدون شک سردار انسانهای روی زمین بودند نیز از طرف الله متعال در بعضی از تصمیم گیری های خیش مورد ملامت قرار گرفتند. به عنوان مثال، آنگاه که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به عده‌ای از منافقین اجازه دادند که در غزوه تبوک شرکت نکنند، این آیه نازل شد: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الله تو را ببخشاید، چرا پیش از آن که برای تو روشن گردد چه کسانی راست گویند و چه کسانی دروغ گویند به آنان اجازه دادی. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نتوانستند بسیاری از معجزات درخواستی مشرکین را عملی سازند که به عنوان نمونه میتوان به این آیات اشاره نمود. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر این که از زمین چشمه ای برای ما روان سازی یا این که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشی و رودبارها و جویبارهای فراوان در آن روان کنی یا این که آسمان را چنان که ادعا می کنی تکه تکه بر ما فرود آری و یا الله و فرشتگان را رویاروی ما آوری یا این که خانه ای از زر و زیور داشته باشی و یا این که به سوی آسمان بالا روی و به بالا رفتنت از آسمان هم ایمان نمی آوریم مگر این که کتابی همراه خود برای ما بیاوری که آن را بخوانیم. بگو پروردگارم پاک و منزه است. آیا من چیزی فراتر از بشری پیام آور هستم؟ حال چگونه ممکن است آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار نداشت شاگردان مکتبش دارا باشند؟ علاوه بر آنچه گذشت معجزه تراشی برای ائمه بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ختم نبوت را زیر سوال میبرد. ما از این آخوندهای امام پرست میپرسیم شما که تمام صفات و ویژگی‌های انبیا و بلکه بیشتر از آن را به ائمه میدهید، خاتم الانبیا بودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را چگونه تعریف میکنید؟ اگر بعد از ایشان کسانی باشند که در رتبه و مقام بر پیامبران برتری دارند و معصوم و مسون از هر گونه خطا و اشتباه هستند و به آنها وحی می شود و برای اثبات امامت خود معجزاتی بزرگتر از معجزات پیامبران دارند و پیروی از آنان بر همگان واجب است، پس چرا قرآن به پایان یافتن سلسله پیامبران تصریح نموده؟ آیا معنی ختم نبوت آن بود که دیگر شخصی به نام نبی فرستاده نمی شود و پیامبر جدید با لقب امام و با در اختیار داشتن تمام صفات انبیای قبلی و بلکه بیشتر مبعوث خواهد شد؟ و نبی و امام جز در اسم تفاوت دیگری با هم ندارند و فقط نمیتوان کلمه نبی را به کار برد. این تعارض شدید در بین عقیده امامت و ختم نبوت واضح و آشکار است و به روشنی بطلان عقیده امامت را ثابت می کند. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. و اگر از جانب غیر الله بود در آن اختلاف زیادی می یافتند.